در 72 ساعت اول فهمیدن خیانت همسرت این 4 تا کار رو انجام نده. میدونم خیلی سخته و تو میخوای یه کاری انجام بدی، اما باور کن این 3 روز اول خیلی مهمه که بعدش تو زنده بمونی یا فرو بریزی و ویران بشی. کار اولی که میخوام انجام بدی اینه که با یک آدم امن که قطعا یک روانشناسه و میتونه بهت کمک کنه صحبت کن. بذار مغز تو رو از حالت انفجار خارج کنه و این آدم بدون قضاوت تو رو میشنوه. گام دوم اینه که شروع نکن به نوشتن در فضای مجازی و اینستاگرام و اینها. ببین احساسات میرن اما این نوشته ها باقی میمونن و میتونن باعث ایجاد زخم های جدیدی بشن. مورد سوم مرز بذار. اگر نیازه که با اون آدم حرف نزنی، اگر نیازه که پیشش نخوابی، اگر نیاز اتاقتو جدا بکنی، حتما این کار رو انجام بده. خیلی میترسن از اینکه این کار رو انجام بدن. بهش بگو نیاز فکر بکنم. مورد 4 که خیلی مهمه و خیلی بهتون آسیب میزنه اینه که از وسواس بررسی کردن گوشی و پیامکاش خودداری کن. میفهمم میخوای بدونی حقیقت چیه، اوکی، اما نذار این تبدیل به یک وسواس بشه. تو الان باید تلاش کنی که حالتو خوب بکنی و هرچه اطلاعات بیشتری بگیری میتونه حالتو رو بد و بدتر بکنه. هر وقت آروم شدی میای و صحبت میکنی و هر چیزی رو که خواستی میپرسی. حواست باشه 3 روز اول خیلی مهمه و تو فقط یک کار رو باید انجام بدی و اون حفاظت از روح و روان و جسم خودته. بهت قول میدم بقیه چیزها قابل ترمیمه. من بهت کمک میکنم. نظرتون رو برام زیر این پست بنویسید و این پست رو حتما ارسالش بکنید بر دیگران.